سالها پیش از آن که امپراتوری هخامنشی در اوج قدرت قرار بگیرد، کوروش جوان برای نخستین بار باید تصمیمی می‌گرفت که سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که پادشاه ماد، آستیاگ، که از رشد و قدرت گرفتن کوروش هخامنشی بیم داشت، سپاهی عظیم به سوی پارس فرستاد. ارتشی که هم از نظر تعداد و هم تجهیزات بسیار برتر از سپاهیان جوان کوروش بود. برخی از سرداران کوروش ترسیده بودند. آنها شب هنگام نزدش آمدند و گفتند: شاهنشاه، ما توان مقاومت در برابر چنین سپاهی را نداریم. بهتر نیست که از در صلح وارد شویم. اما کوروش آرام و استوار با نگاهی نافذ به آنان پاسخ داد: صلح با ستمگر فقط فرصتی است تا دوباره تو را به زنجیر بکشد. شب سرنوشت ساز. در تاریکی شب، کوروش نقشه‌ای کشید که می‌توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد. او دانست که سپاه ماد، با وجود قدرتش، از یک نقطه ضعف بزرگ رنج می‌برد. سربازانش برای جنگیدن انگیزهایی ندارند. آنها نه برای سرزمین خود، بلکه برای پادشاهی ستمگر به میدان آمده بودند. کوروش گروهی از جنگجویان زبده را فرستاد تا در دل شب با سربازان دشمن صحبت کنند و آنان را به سوی خود جذب کنند. آنها به لشکریان ماد می‌گفتند: چرا برای مردی می‌جنگید که سالها شما را تحقیر کرده است؟ آیا نمی‌خواهید آزاد باشید؟ صبح روز بعد، وقتی جنگ آغاز شد، هزاران سرباز مادی از صف دشمن خارج شدند و به سپاه ایران پیوستند. نبردی که می‌توانست پایان کار هخامنشیان باشد، در همان روز پیروزی بزرگی را برای ایران رقم زد. آستیاگ شکست خورد و مادها برای همیشه به بخشی از ایران بدل شدند. گاهی جنگ تنها با یک نبرد تعیین نمی‌شود، بلکه با کلامی که قلب‌ها را فتح کند، پیروز می‌شود.